با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بسیار عزیز و بی‌نهایت ارجمند. راز پنجم موفقیت شدن این نام دارد در حد عالی کار کنید. وینس لامباردی میگوید که کیفیت زندگی شما با عمق کیفیت کارتان سنجیده می شود. فرقی نمی کند که چه رشته را انتخاب کرده باشد. در ادامه صحبت براین تریسی چنین میگوید که اراده کنید امروز بهترین روز کاری شما باشد. طور هدفتان را انتخاب کنید که با 10% فعالیتتان می پیوندد. مهم نیست که رشته کارتان چی باشد. این تصمیم که می خواهید در آنچه انجام می دهید بهترین باشد. نقطه گردشی است در زندگیتان. تقریبا تمام افراد موفق در رشته انتخاب‌هایشان رقیب فوق‌العاده محسوب می‌شوند. به یاد داشته باشید عزیزان که هیچ کس بهتر از شما و داناتر از شما نیست و هر کسی که امروز در قطار 10% بلندترین جدول افراد موفق محسوب می‌شود، روز در زمره 10% پایین جدول بوده است. هر کسی که امروز قوی کار می‌کند زمان ضعیف کار میکرد. هر کسی که اکنون در زمره بهترین در رشته خود محسوب می شود، زمان در همین رشته در سطح افرادی میانه و ضعیف بود. همانطور که افرادی بیشمار به صورت موفق عمل کردند، شما نیز می توانید خوب کار کنید. در اینجا قانون بزرگی موفقیت می گوید که زندگی شما تنها زمان بهتر خواهد شد که شما بهتر عمل کنید و چون محدودیت برای خوب عمل کردن شما وجود ندارد، برای خوب شدن زندگی شما نیز محدودیت وجود ندارد. تصمیم شما عزیزان برای عالی کار کردن و پیوستن به برترین های رشته کار خود نقطه چرخش در زندگی شما محسوب می شود و این کلیدی موفقیت بزرگی شما است. این تصمیم همچون سنگبینای خودباوری، خودتکایی و عزت نفس می باشد. وقتی کارتان را واقعاً خوب انجام می دهید، از خودتان احساس رضایت می کنید. عالی کار کردن بر کل شخصیت و رابطه‌تان با دیگران تأثیری زیادی دارد. وقتی میبینید جزئی برترین های رشته کاری خود هستید، احساس لذت و شادمانی میکنید. در اینجا یک سوالی مهم وجود دارد عزیزان که لازم است بارها به آن پاسخ دهید. این سوال این که کدام مهارت را انتخاب کنم و آن را در حد عالی انجام دهم تا بیشترین تأثیر مثبت را در زندگیم داشته باشد. شما نمی توانید در همه زمینه ها خوب باشید، ولی می توانید یکی از مهارت هایی را که از همه بیشتر به شما کمک خواهند کرد شناسایی و در مورد آن مطالعه کنید. آن را به عنوان یک هدف انتخاب کنید. آن را بنویسید، مهلت برای خود معین کنید، طرح بریزید و کار کنید. سعی کنید که هر روز بهتر شوید. با کمال تعجب ملاحظه خواهید کرد که در حد عالی کار کردن چه تغییر عجیبی در زندگی شما انجام خواهد داد. این راز موفقیت به تنهایی میتواند شما را در زمینه شغلی خودتان ثروتمندی خود ساخته نماید. خب اینجا تمرین عملی میگوید که نتیجه های کلیدی شغلی خود را بشناسید. چی بخش‌های از کارتان را باید در حد کامل و عالی انجام دهید تا سرآمد رشته خود شوید. در کجا قوی عمل میکنید و در کجا ضعیف. امروز طرح بریزید تا نقاط ضعفتان را به نقاط قوت بخش تبدیل کنید. یعنی طوری که شما این نوا را گوش کردید، شاید به خلاصه آمده باشید که سخت تلاشی و کار کردن، یعنی بیشتر کار کردن، یکی از نشانه های موفق شدن است. خب پایان درس پنجم بود که پیشکشی شما عزیزان گردانیدیم.
اگر این وار با شما معقول شده باشد کامنت و لایک را فراموش نکنید و لطفاً اگر سوالی داشته باشید پیرامون این موضوع لطفاً نویسید و ما حتما پاسخ خواهیم داد. تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید.